سگ‌ها معمولاً توی فضای اینترنتی و تبلیغاتی ناز و بامزه و گوگولی مگولی هستن، اما خب هممون میدونیم که اونا چقدر میتونن خطرناک باشن. اونا میتونن عظیم الجثه و سریع باشن و با سرعت به هدفشون حمله ور بشن و اونو تیکه پاره کنن. اونا وفادار و دوست داشتنی هم هستن، اما خب این چیزی از خطرناکیشون کم نمیکنه. به چنل فارسی ها خوش اومدید. توی این ویدیو 8 تا از خطرناکترین نژاد سگ‌ها رو براتون معرفی میکنیم. لطفاً یادتون نره که یه لایک به ویدیو بکوبید و چنل فارسی ها رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما مطلع بشید. خب از شماره 8 شروع میکنیم. دوبرمن. میشه گفت که دوبرمن یه جورای هیولای فرانکشتن سگ هاست و اسم دوبرمن از خالق این سگ بهش داده شده، کارل فردریش لوئیس دوبرمن. او یک مأمور جمع‌آوری مالیات بود که در سال 1890 در شهر پولدک آلمان زندگی میکرد. او یک سگ میخواست که از رو پولهایی که حمل میکنه مراقبت کنه و او خیالش برای رفتن به محله‌های خطرناک راحت بشه. دوبرمن با میکس کردن چندین نژاد از جمله راتوایلر، جرمن پینچر و بوچران به وجود اومد. ترکیب این نژادهای سگ با همدیگه موفقیت آمیز بود و دوبرمن 70 سانتی متری با 36 کیلوگرم وزن پا به جهان گذاشت تا از صاحبش محافظت کنه. نژاد این سگ با گذر زمان پیشرفت زیادی کرد و امروزه دوبرمن‌ها برای کارهای سخت بسیاری استفاده میشن. اونها میتونن از هر مکانی نگهبانی کنن، مجرم‌ها رو با سرعت بگیرن و حتی جون سربازهای زخمی رو نجات بدن. اما خب با همه این حرفا میتونن سگ‌های خونگی خوبی هم باشن. شماره 7. بوربل. اصالت بوربل ها از آفریقای جنوبی و ترجمه بوربل میشه سگ مزرعه. معلوم نیست بوربل از چه نژادهای تشکیل شده، اما خب از اونا برای نگهبانی و شکار استفاده میشه. اما در اصل برای شکار شیر تعلیم داده شده بودن و برای همینه که خیلی سگ‌های قدرتمند و خطرناکی هستن و وزن اونا بعضی جاها به 80 کیلو هم میرسه. بوربل ها سگ‌های آرومی هستن، اما اگه کسی بخواد به اونا نزدیک بشه و قصد صدمه زدن به دور و بری‌هاش رو داشته باشه، اون فرد رو از تصمیمش پشیمون میکنه. شماره 6. قناری مستیف. این سگ در قرن 16 در جزایر قناری پا به جهان گذاشت و گفته میشه این سگ از نژاد اصلی مستیف هست که توسط فاتحان به جزایر قناری آورده شده. بعد هم این سگ ها با بولداگ ها و سگ های گله میکس شدن و قناری مستیف رو به وجود آوردن. این سگ ها بیش از 63 سانتی متر قد دارن و بیش از 45 کیلوگرم وزن و هیکل بسیار خطرناک و ورزشکاری دارن و در اوایل به شدت خطرناک و درنده خو بودن، چون این سگ ها رو با سگ های دیگه به زور جنگ مینداختن و همین کار تقریبا نژادش رو منقرض کرد. اما خب در سالهای 1970 نژاد این سگ احیا شد و امروزه از این سگ برای حفاظت استفاده میشه. این سگ فقط جاهایی که لازمه خطرناکه و بیشتر یک سگ خونگی آرومه، اما خب بازم اگه جایی دیدینش زود سر شوخی رو باز نکنید. شماره 5. دوگو آرژانتینو. دوگو آرژانتینو به درنده خویی بسیار زیاد معروفه، اما خب قلمروش آمریکای جنوبی و اولین بار در سال 1928 در آرژانتین پا به دنیا گذاشت. این سگ توسط آنتونیو مارتینز که یک سگ بزرگ شکاری میخواست به وجود اومد. او این کار را با ترکیب نژاد کوردوبا که الان منقرض شده با یه عالمه نژاد دیگه مثل گریدین و تریوز انجام داد و نتیجه اون یک سگ عضلانی 43 کیلوگرمی قدرتمند بود. مارتینز سگ شکاری که دلش میخواست رو به دست آورد و رفته از این سگ برای پیدا کردن و نجات دادن افراد کار با پلیس و نظامیان هم استفاده میشد. اگرچه این سگ یک سگ بسیار خطرناکه و کشورهایی مثل دانمارک و استرالیا ممنوعش کردن، اما اگه در محیطی آروم باشه یک سگ رام و دوست داشتنیه. شماره 4. بول مستیف. کمتر نژادی از سگ‌ها پیدا میشه که مثل بول مستیف قدرتمند باشه و همین قدرتمند بودنش باعث شده از خیلی نژادها خطرناکتر باشه. قدمت این سگ به 1800 سال بعد از میلاد برمیگرده و توسط شهربانها برای حفاظت از شهرها خلق شده. این سگ با ترکیب نژاد مستیف انگلیسی با بولداگ‌های قدیمی انگلیسی که امروزه منقرض شده به وجود اومده. ترکیب دو نژاد از سگ‌های خوب با هم دیگه بول مستیف رو به وجود آورد که هم بزرگ هم قدرتمند و در عین حال سریعه و بعد از اون یه عالمه از این نوع سگ‌ها برای حفاظت به سراسر دنیا فرستاده شد. این سگ‌ها به طور متوسط 45 کیلو هستن و بعضی وقتا وزنشون به 90 کیلو هم میرسه. بول مستیف‌ها در حالت عادی آروم هستن، اما اگه کسی پا رو دمش بذاره کاری میکنه که از کرده خودش پشیمون بشه. شماره 3. ولف داگ یا همون سگ گرگی. باید بدونین که سگ‌های اهلی فقط 40,000 سال پیش از گرگ‌ها جدا شدن و بالای 99% ژن‌هاشون با هم یکیه. این نژاد از ترکیب نژادهای گرگ‌ها مثل گرگ خاکستری، گرگ تیمبر و گرگ اتیوپی با سگ‌هایی مثل ژرمن شپرد، هاسکی و مالتیزهای آلاسکایی به وجود اومدن. ولف داگ‌ها بیشتر اندازه یک
گرگ میشن تا یک سگ و اونا بیشتر از 90 سانتی متر قد میکشن و وزنشون از 45 کیلوگرم به بالاست. این سگ‌ها اصلا اعصاب و حوصله ندارن و اگه اعصابشون رو خراب کنی به سرعت حمله میکنن و به همین خاطره که در بیشتر نقاط جهان برای نگهداری شهری و خانگی ممنوعه و به خاطر همینه که توی لیست 3 تا سگ خطرناک جهانه. شماره 2 راتوایلر. راتوایلر یکی از قدیمی‌ترین نژاد سگ‌ها در جهانه و ترکیبی از نژادهای مستیف باستانی رومی که الان منقرض شده با سگی ناشناخته از شهری در آلمان به نام راکلاو. در اوایل از راتوایلر برای حفاظت و نگهبانی استفاده می‌شد، اما خب خیلی هم وحشی و درنده خوب بودن و اسم مستعار سگ قصاب رو از آن خودشون کردن. راتوایلرها خیلی خطرناکن و جثه بسیار بزرگی دارن و سنگین‌ترین اونها به رکورد 90 کیلو هم رسیده. راتوایلرها بعد از شماره یک لیستمون بیشترین آمار از بین بردن انسان رو دارن، اما خب آمار حفاظت کردنشون بیشتر و امروزه از اونها در نیروی پلیس یا نگهبانی استفاده میشه. و اما شماره یک لیست که بیشترین انسان رو کشته، پیتبال. قدمت پیتبال خیلی کمه، اما خب توی همین مدت کوتاه سابقش رو خیلی خراب کرده و به درنده خویی بسیار معروفه. این سگ در ابتدا در سال 1800 در انگلیس با ترکیب نژاد بولداگ ها و تریوس ها پا به جهان گذاشت. از پیتبال های اولیه به صورت گروهی برای جنگ انداختن سگ ها با حیوانات دیگه استفاده میشد و وقتی این کار در انگلیس ممنوع شد، این سگ رو با سگ های دیگه جنگ مینداختن و خلاصه اون رو تبدیل به خطرناکترین و درنده خوترین سگ روی جهان کردن. پیتبال ها در بسیاری از کشورها برای نگهداری شهری و خانگی ممنوع هستند و باید بدونین این سگ ها بیشتر از هر نوع نژادی از سگ باعث مرگ انسان ها شده. اما خب یادتون باشه که مشکل پیتبال ها نبودن، مشکل ما انسان ها بودیم که اونها رو اینجوری بار آوردیم. خب اینم از خطرناکترین سگ های جهان. از کدومش بیشتر خوشتون میاد و از کدومش بیشتر میترسید؟ لطفاً توی قسمت کامنت برامون بنویسید. لایک ویدیو و سابسکرایب چنل رو یادتون نره. ممنونم از وقتتون. روز و روزگارتون خوش.